علیکم دوستان. اینک سلام ما از شهر خوجند و تمام جهان. امروز نقشه داریم، نیت داریم دویدنی نیم ماراتون با تیم دفتیجی و من فکر کردم که این گویم یک برای دور زدن و شناسایی با خوجند یک بهانه خوب هم میشود و دو چیز رو باید یادرس شوم که چون اگر ما با دو مشغول میشویم نه همه چیز رو شاید ثبت کرده شود و برای نقشه من گفتم هر 3 کیلومتر رو تا حد امکان میگیریم و نوار ابزار میکنیم. این چنین پیش از عموما دور آغاز کردن دوی نیم ماراتون چی ماراتون خوب میشود. اول به سلامتی خود اهمیت دهید، با دکتر مصلحت کنید و چون دیسکلیمر ها را از خود کردیم حالا بچه ها را انتظار بشیم و با بعد اندک مشق بدن نصیب دوره آغاز میکنیم و رفتیم. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you know. قریب باز یک چی از خاطر برآمده است. امروزه ثبت در نمود پا یعنی از شخص یکم می رود و هنگامی دف البته یعنی این مانند جنبیدنی کامera لرزیدنی کامera به نظر می نماید چون و به این چیز باید با فهمیش نگاه کرد. انا این سحر خوجندی ما رو شاد باش میگه، آفتاب خوجندی ما رو شاد باش میگه. این تخمین حالا 2 کیلومتر است. حالا بچه های دوانده در پیش و دوره ادامه دهیم. دستم هلی دوستان، انا این است 3 کیلومتر ما یعنی از پیکره اسماعیلی سامونی یا خود حوض شنواری شهر خوجند تا گردش میکراناهیه این 3 کیلومتر می شود و صبحی با صفای خوجند با نورپاشی آفتاب خود ما رو شاد باش میگوید.
ما قرار داریم در 6 کیلومتری مسیر به نقشه گرفته و خود با گفته های خود کار نکرده، با پایهای تا با آخر برقرار نشده به دو برآمدم. افسوس این حال باز کشش شد. خیلی اساس باید نقشه را اجرا کنیم، البته به زیان به سلامتی. منظره ما در 6 کیلومتر این سومین köprük ماستکی دو منطقه خوجند را با هم میپیوندد و در لهجه خوجند را ماستی خطایی مینامند. خیلی عجیب است، خصوصا در سحری. یک چیزی عجیب رو مشاهده کردم، از او پر میبره، پر. مشاهده کنید چقدر از او پر میبره. کیلومتر به ویدیو میبرم تماس و 9 کیلومتری ما را بینای جماعتی دهاتی یا و اینجا ریشی راهی بین جند بابا جان غفور اگر من اختراش کنیم جماعتی دهاتی یا و تمام می شود و به شهر جند وارد می شویم. اینک دوستان در ادامه کیلومتری دهم ما از نو به خوجند می درویم. نداری خود را دوستا بیان میکنه که باید سستی من نگاه نکرده، این با من راست کرده ایستادن تمپشان را. همه شما تشکر. خوجندی ها دهم کیلومتر در کنار من دریای سیر و محله رزاق. همین کیلومتری ما این روی köprük خوجند، چون خوجندی ها میگویند ماستی که نه پرچم نشان دولتی و در این ادامه
20 کیلومتر 16 کیلومتر این چون خوجندی ها میگویند ماستی نو. انا این تیاره سمالات هرچند نام این کپروک رو ماستی نو میگویند. اگر خطا نکنم این کپروک سال 1987 و استفاده داده شده است. اکنون به انا این زینه میبرایم و حرکت به سوی فینیش به سوی 21 و 22. ما تنها نیستیم، در کجام بسیار کس می دوند. بیایید با ما دوید. سلکه تیم در اپیسانی ویدیو آورده شده است. اینک با گذشتی تخمین 2 ساعت و 30 دقیقه ما به محره‌ای که آغاز کرده بودیم رسیدیم. اندک افسوس میخورم که باری وقتی دویده بودم اندک مسافه رو تیز گذشته بودم. سلامتی به هر حال آن رو باید احتیاط کرد. تیاری دید. اینک حالا ادامه دهیم. تخمین 2 کیلومتری مانده را در ورزشگاهی مرکزی شهر خوجند. اینک دی ما در همین ورزشگاهی عجیب و گوارا و آخر نیم ماراتونی این روز رو بود کردیم. از بچه ها احساساتی آنها رو میپرسیم. نه دادرای ما نیست. از روی گفتشان باری اول نیم ماراتون دیدن. منم اکنون دویم بار شد. بیتا نوی اکنون گفتی گاو زدم به نفس نرسیدم. احساسات یا گفتی روسا که впечатленияшонро میپرسیم کنی؟ نه. خیر این بار اولین بار برای من полумарафон. حتی این با دوام و زیاد از 1 سال خیلی مشغول. عادتاً هر هفته اقلا 10 کیلومتر میدیدیم. یکی اون مراتب این خیلی دوید دوران دراز شده نبود. من فکر میکردم این نهایت دشوار، نهایت سخت دشوار، لیکن در حالتی با گروه دویدن، در حالتی با دستگیری با گروه این آسان‌تر میشود. از این لحاظ باز آینده حرکت میکنیم که هر هفته 1 مرتبه полумарафон دویدم به. هر هفته؟ تشکر زیاد. شما چه؟ شما هر هفته میدوید؟ نه حاضر به هر هفته به دویدن امکانیت نمیشه. خدا با شکر بار اول بهترین حسایات حاضر این از مادر تولد شده میکنه. خیلی دوستا خیلی تا دو سری آینده برای کار